پر مار شد. این یکی. اونو نگاه از اونجا داره میاد بیرون. اونو وقتی میکنیم صدا میاد. برو. اگه دفینه است بگو دفینه است، اگه طلسم است بگو طلسم. رامی سلام دوستان، حالتون چطوره؟ اسم من کیوان و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امشب اومدم یه جایی توی شهر تکاب. یکی از شما عزیزان که بیننده کانال بود توی استوریای من که گذاشته بودم توی تکابم فهمید توی تکابم آقا محمد گفتش کیوان بیا اینجا بهت یه چیزی نشون بدم که واقعا وحشتناکه. اینجا یه خونه ای هست دوستان، برای یک خانی بوده، یه خانی که خیلی ثروتمند بوده. بعد مردم وقتی که این خانه از دنیا میره، این خونه بزرگ یه عمارت خیلی بزرگه، یعنی از اینجا شروع میشه قشنگ 2-3 هزار متر زمینه. بعد این خانه که از دنیا میره مردم کنجکاو میشن که آقا توی خونه این چیزی هست. این چون موقع بانکینا نبوده دیگه، زمان قدیم پدر آقا محمد اینا رو تعریف کرده. کنجکاو میشن میرن خونه‌ش رو شروع میکنن به کندن. این خانه از اون خانه‌های پولداری بوده که دعانویس شخصی داشته، یعنی کسی بوده که براش دعانویسی میکرده، انقدر پولدار بوده. کل این روستای تکاب دیدین، ورودیشو دیدین که وارد این روستا شدیم، کل این روستا واسه این خان بوده. هر کسی که اینجا زندگی میکرده یه جورایی مستاجر این خانه بوده. اومدن شروع کردن خونه این خانه رو گشتن. اونایی که داشتن میکنن بچه‌ها یکیشون قش میکنه. آقا محمد اینا رو برای من تعریف کرد. من گفتم سریع براتون بگم که وقتتون زیاد گرفته نشه. الان آقا محمد اون جایی که قبلا دوستاشون اومدن یه جایی دستگاه زدن، خب یعنی اینا خودشون دوست دارن اون چیزی که اونجاست رو در بیارن، حالا دفینه است یا هر چیه. به من گفت اگه از جن نمیترسی، گفتم بابا بیننده های من میدونم مثلا نمیترسم، دستگاه هم آوردم، دستگاه هم روشن میکنم، نیاز به هر چیزی داشته باشه انجام میدیم. حتی بهش گفتم که بیل و کلنگ هم بردار بیار بکنیم، اصلا مشکلی نداره. الان با هم دیگه میریم. آقا محمد یه سلام کن به بچه‌ها. سلام دوستان عزیز. آقا کیوان خیلی خوش اومدید، ممنونم که قبول کردید. بله این قلعه خانی بوده، همونطور به گفته آقام من گفتم بهتون و خیلی ممنونم که تشریف آوردید. الان میخوای اینا رو بهمون نشون بده دیگه، ببینیم چیه. رامین بیا، منم اون چراغ قوه رو میشه بدین من براتون بگیرم، شما برین جلو. منم آخه میخوام فیلم بگیرم. دوستان این چیزی که میخواد به ما نشون بده نگاه کنیم، اینجا هم خونه است. این عمارت خیلی بزرگه ولی اینجاست، مثل اون جایی که آقای محمد میخواد بهمون بگه برای کندن این چیزا. بیا رامین. از این ور تشریف بیارین. حالا میام یکم به بیننده ها من این خونه رو نشون بدم. میبینی چجوریه؟ تاقچه ایناش بوده. رامین تو هم بگیر بچه ها ببینن قبل از اینکه آقا محمد نشون بده، ببینن چجوریه. خب خیلی اتاق داره ها. اسم خانه چی بوده؟ حسن خان. حسن خان. بیا بچه ها خوردیم به یه باغ. آره بله پشت باغ. الان ما داشتیم شروع کردیم ویدیو رو، گفتیم بغل دره است، دره هم از کنارش. رامین بیا اینجا رو نشون بده. رامین بچه ها ببینید باغه، اون بالا کوهه، درسته؟ اونجا کوهه. من حالا چراغ قوه قوی تر دارم، اینجا هم دره است بچه ها. رامین میتونی بگیری با دوربینت؟ یعنی یه خونه پادشاهی. نگاه کن چقدر بزرگه. سگه؟ آره بیا بچه ها بذار ببینم آقا محمد چی میگه. آقا محمد جانم الان اینجاه؟ بله ما 2-3 تا از دوستانمونم آوردیم. آقا کیوان اون دستگاهی که برای ما زدن اینجا رو نشون داد. اینجا رو نشون داد. بعد چندین بار کار کردیم نشد.
طبق هر سری که می اومدیم برای کار صدا و حالا سنگ و اینا می اومد نمیشد کار کرد. دوستان من دستگاه روشن میکنم، برگ بو، مریم گلی اینا هم آوردم اول پاکسازی میکنم. خب اجنه عمار مکان قبلا تو ویدیوها بهتون گفتم اجنه عمار مکان از اینجا میفرستم میره. خب بعد شروع به کار میکنم. منم نیومدم دفینه در بیارم، خودتون میدونین اولین ویدیویی که من دارم این کارو میکنم. تو هیچ ویدیویی من بیل و کلنگ نیاورده بودم. میخوام ببینم این اجنه چقدر قدرت داره که میاد حمله میکنه به اینا. خودش به ما نشون بده. خب گوشی رو بس کردم. بچه‌ها ما میخوام چی کار کنیم؟ من اول میخوام یه پاکسازی انجام بدم. این پاکسازی گفتم واسه اینه که اجنه‌ای که عمار مکان هستن از اینجا برن. نیاز به یکم آتیش دارم. آقا محمد دست در نکنید داری فیلم میگیری، زحمت کشیدی خیلی آقایی. ببخشید بچه‌ها بس من یه چیزی تو گوشیم هست اونو باید بخونم. موجود ماورایی اگه اینجا هست، عمار مکان اینجا. اسراف مکان تو خوندم، این مکان رو ترک کن، ما با این مکان کار داریم. عمار مکان این خونه، ازت میخوام این مکان رو ترک کنی، ازت میخوام این مکان رو ترک کنی. یکم رفت رو زد، میبینی؟ آقا محمد میبینی یکم رفت رو زد، میبینی؟ خب هستم پس یه چیزی هست. ارتباط بگیرم باشون رامین؟ آقا محمد ارتباط بگیرم باشون؟ من گفتم موقع کندن ارتباط بگیر. نه میکنیم الان شروع میکنیم به کندن. بذار اول ببینیم میخوام ببینم جن حارس. دوستان به جنهایی که از دفینه یا چیزی مراقبت میکنن جن حارس میگن. میخوام ببینم جن حارس آیا صحبت میکنه یا نه. موجود ماورایی که توی این خونه هست، خونه حسن خان بود درسته؟ خونه حسن خان، تو چه موجود ماورایی هستی که از اینجا داری دفاع میکنی؟ آیا تو جن حارس هستی؟ جن دفینه هستی؟ ازت میخوام اسمت رو به ما بگی. اینجا صدا میاد، رام بیا صدا میاد، رام بیا. موجود ماورایی که اینجایی، موجود ماورایی که اینجایی. دوستان اجنه دفینه، جنای حارس جنهای خیلی خبیثی هستن که خیلی سخت ارتباط برقرار میکنن. یعنی انقدر آسون نیست که مثلا تو بتونی باشون صحبت کنی، حتی موکل اصلا نمیشن. این اگه جن دفینه است به خاطر همون اصلا صحبت نمیکنه. خواهی شروع کنیم بکنیم؟ آره مثل این که تنها کاری که میتونیم کنیم همینه. بذاریم من اینو خاموش کنم شروع کنیم بکنیم. اگه خبری شد بازم دستگاه رو روشن میکنیم. اینو بزنم. میتونی به کار بیا. به کار سری بیا. یه بوی بدی هم میاد آقا محمد اینجا. یه بوی لشی میاد. آقا محمد دقیقاً درست داری میکنیم نه؟ با پات اینجا رو نشون دادی دیگه. اوکی ولش کن. بکن بیا خالی کن. قشنگ صدا میاد. وقتی میکنیم صدا میاد. برو. صدای شکستن شاخه اومد. میتونی اونور بگیری؟ اونور میتونی بگیری. چرا قوه بناس. آقا محمد چرا قوه بناس اونور بگیر. اونا تو اون درختا، اونا اونجا داره، از پشت این دوربینه داره میاد. چرا قوتو آره بناس اونجا. اگه چیزی دیدی به ما بگو باشه. اون ورا رو بگیر. کسی اینجاست؟ صدا میاد. کسی اینجاست؟ صدا میاد. خب آقا ولش کن. بکن مهم نیست.
این چی بود؟ تو رامین یه صدا مانند اومد، رفتم اونجا، خیلی عجیب بود آقا محمد. یه صدا مانند اومد، رفتم تو دره بود. به کندن ادامه بده آقا محمد، اینجا باشین. رامین و محمد اونجان، این خونه رو دارن میکنن. رامین و محمد دارن میکنن. این اون دره هست. بچه ها این در ما اومدیم از اجنه ویدیو ضبط کنیم. من که دنبال دفینه نیستم، هم میدونم اینجا یه چیزایی هست. کوه بچه ها دارن اونجا رو میکنن ناشد. محمد سگت اومده اینجا نشسته. جانه اونجاست. رامی یه چیزی داره از اینجا میاد بالا، از همین. بیا اینجا. بابا ماره اون، ماره. بابا نکش، گناه داره. رامین مارا رو نگاه. محمد بیا اینجا. بچه ها مارا رو بیا اینجا مارا رو نگاه کن. بیا اینجا، دوربینو بیار. بابا دوربینو بیار. پر مار شد اینجا رو بچه ها، پر مار شد. این یکی، اونو نگاه از اونجا داره میاد بیرون. اونها اینو نگاه، مارا رو میبینی؟ از اینجا یه اومدن بیرون. فاصله بگیر ببینیم کجا دارن میرن. مشکلی نیست اینجا زیادن. یکی دیگه هم اینجا رفت از تو این دیواره. داداش مار برای چی بکشیم؟ گناه داره، حیوان خداست. ولش کن. نمیکشیم. فقط بیا بچه‌ها ببینن چیکارشون کنیم. داداش 3 تا بودن، یه دونش رفت تو این سوراخ، 2 تا مون اینجا. محمد چیکار کنیم؟ من میگم بی خیال نکنیم. ها؟ من میگم نمیدونم اصلا. من اصلا فوبیا مار دارم بابا. من ببرم بیا اینجا ببینیم چی کار میکنن. نترسیم بابا. بیا محمد تو نمیترسی؟ محمد بچه روستاه، برای چی بترسه؟ این داره میاد بالا. این کجا رفت؟ نگاه این کجا رفت؟ بچه اینطوری قایم میشن ها. بابا ما میخوام اینا ببینم کجا میرن. کیوان کجا رفت اون؟ یکی غیب شد بچه ها. یکیش غیب شد، به خدا غیب شد. اینا غیب شد. یکیش غیب شد. یکم همون اول رامین اومدم اینجا چیز کنم. نگاه. اونم همینطوری غیب شد. این که رفت اینجا. چیکار کنیم محمد؟ داش ادامه بدیم؟ ادامه بدیم. بابا رامین تو وایس، من ادامه میدم. آقا اونجا وایسا. آقا محمد یکم شما فاصله بگیرید مار نیشت نزنه. خب هیچی. نه ولش کن. مهم نیست. داش باید ادامه بدیم دیگه. چیکار کنیم؟ بذار همونجا باشم. ولش کن. نه اینجا که محمد گفته رو بعد من بکردم. ببین همین که مار اومد بیرون یعنی یه خبریه. بریز اونور. داداش مار میاد بیرون حتما یه چیزی هست میاد بیرون. بچه‌ها مار جایی که طلا و گنج باشه اونجا میخوابه. 3 تا بودن رامین. 3 تا بودن. مهم نیست بابا، ماره دیگه. چیکار داره با تو؟ بابا ایناش نگاه، یه دونش ایناش نگاه، اینجا رو بگیر. یه دونش اینا چیکار داره با ما اینا؟ یه دونه هم همون اول رفت تو این سوراخ، یه دونه هم اینا اینجا غیب شده. ولش کن آقا، ول کن، ادامه کارو بده. اونجا رو بگیر. بابا من اگه به قرار باشه از 2 تا مار بترسم
اون مار خب الکی اونجا نیست. نه داداش میکنم بابا میکنم. خودت بیل و کلنگ بزن، من دوربینو نگه می‌دارم. باش بزن. من نمیکنم. ماره بنده خدا اینا یکیش اینجاست یکیش هم اینجاست دیگه، ولش کن. من میخوام ببینم این چیه. چیه؟ او صدا میاد. صدا میاد. کیوان بالا صدا میاد. کیوان اون دوتا چش چیه؟ کو؟ اونها. بیا ولش کن رام بیا نترس. آقا نترس. موج. یعنی چی خب؟ این بچه روستایی نمیترسه، مثل این باش تو رو خدا. بذار ببینیم چی میشه. او دست و پام میلرزه. اینقدر میکنم برسیم به چی. کیوان صدا میاد این. از تو شاخه هاست. آره از تو شاخه. از تو شاخه هاست. بیا بابا یه چیزی اینجا تکون خورد. بیا چرا قوه بگیر. من میکنم. من باید به اینجایی که این چیزی که اینجاست برسم بچه‌ها. ولش کن بچه‌ها مهم نیست. راه میگه چرا قوه. چیزی نمیبینی؟ من میکنم. دقت کردین؟ همین که میگم من میکنم یه چیزی تکون میخوره؟ میگم بی خیال شو. میکنم بابا میکنم. وای کیوان. میکنم ولش کن. بغل خونه ریخ. میکنم ولش کن. خدا اونجا ریخ. کیوان بالا اونا اونجا کلوخ بود. چی بود ریخ؟ وایسا بچه‌ها وایسین مطمئن شیم. چی اون؟ وایسا. موجود ماورایی که اینجایی. او پشت محمد اومد. ای موجود ماورایی که اینجا داری سنگ میندازی خودتو نشون میدی، نمیذاری ما اینو اینجا برداریم. ای موجود ماورایی که اینجا داری سنگ میندازی. نمیذاری ما اینو اینجا برداریم. نه نمیذاره یعنی بریم دیگه. رامین پاهم شل شد وقتی گفت نه. خب بریم. جواب داد. وایسا ساکت. صدا خورناس میاد از بالا. صدا از تو کوه میاد بچه‌ها. وای کجا بود؟ چی بود؟ این بالا رو بگیر. موجود ماورایی که اینجایی. اینجا چی هست؟ دفینه هست یا طلسم؟ اگه دفینه است بگو دفینه است، اگه طلسم هست بگو طلسم. کیوان چه بویی میاد. یه لحظه بو بیشتر شد. آره خیلی بیشتر شد. برو. میگه برو. محمد میگه برو. خب من دارم نمیگه چیه. موجود ماورایی که اینجایی. آخه تو موجود ماورایی که کیوان به قرآن یه سیاهی اینجا دیدم. بچه یک تو میاد برین تو. بیا موجود ماورایی که اینجایی. بیا نترس. موجود ماورایی که اینجایی. چرا میخوای منو میزنی؟ ازت میخوام بذاری ما این چیزی که اینجاست رو برداریم. اجازه میدی؟ من برم. اجازه میدی؟ دارم با تو صحبت میکنم. میخوام ارتباط بگیرم. آره نترس. چیزی نیست. نه رامین بیا. محمد داداش میگه نمیذارم ببریم. خیلی عجیبه، داره الان ارتباط میگیره. یه بار دیگه شانسمون امتحان کنیم. ببینیم میتونیم برش داریم.
او کیوان پشتت سیاه. کیوان به دارن قرآن این داره میریزه این. از یه جایی دارن میزنن. خب نکن وایسا. اه. موجود ماورایی که اینجایی. هر موقع میکنی میزنن دیگه. بده من. نگاه موهای تنم. چیکار کنیم بچه‌ها؟ من هنگ کردم. برید. محمد جان شما بگو ادامه بدیم؟ نه تو چیزی دیدی محمد؟ محمد زبونش بند اومده. خاکو بریز برید. دارن با سنگ میزنن انگار. خاکو بریز برید. خاکو برید. برید پرش کن. ما برای برداشتن دفینه اینجا نیومده بودیم موجود ماورایی که اینجایی. ما برای این اومده بودیم که یه تصویری از تو ضبط کنیم ولی تصویری ما نشون ندادی جز سایه هایی که این اطراف میدیدیم. اینا چیه بچه ها؟ میخوام ببینم اینجا چیه. اینجا هم باغه. رامین داره پر میکنه. رامین و محمد اینجا. پرش کن. آقا محمد نمیشه. اینجا یه استاد میخواد، یه استادی که بتونه اینجا رو واقعا پاکسازی کنه. این طلسم سنگینی داره. دیدی یه چیزی رد شد؟ سگه چرا خشکش زده اونجا؟ صداش کن. سگتو صدا کن. بیا. نهاش خشکش زده. این دره وحشتناک بود. رامین نذاش. رامین خوبی؟ چی شو؟ خوبی؟ بلند شو. چی شد؟ بلند شو. خوبی؟ بشین برو اونجا نمیخواد. خشکش زده بود ندیدی؟ بشین اینجا خودم جمعش میکنم.